مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان قانون درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصان معیوبیت داشته را قبول کرد. این قانون 6 می تصویب شد. تهیه لایحه قانون چند سال است که از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و نمایندگان جامعه شهروندی ادامه داشت. هدف از تهیه این سند تامین دسترسی برابر به تعلیم، تندرستی، جای کار برای معیوبان گفته شده است. لایحه نهایی این قانون که از سوی وکیلان تصدیق شد هنوز رسما پخش نشده است. قبول قانون درباره حقوق شخصان معیوب داشته در حالی است که تاجیکستان تا حال کنونسیون عاید به حقوق معیوبان را تصویب نکرده است. کنونسیون عاید به حقوق معیوبان هنوز سال 2018 از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمان امضا شده ولی تاجیکستان تا حال آن را پوره تصویب نکرده است. سند مذکور همه مسائل مربوط به حقوق معیوبان را در بر میگیرد و دکبر سال 2006 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل قبول شد. بعد تصویب کنونسیون عاید به حقوق معیوبان کشورها موظف میشوند که برای اشخاص امکانیات جسمانیشان محدود شرایط خوب فراهم کنند.